بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس‌های یاد خدا. الهی کلتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. همونطور که در جریان هستین، ما از دیروز مشرف هستیم به محضر 40 ستاره پرفروغ آسمان ولایت که در واقع از نوادگان حضرت جوادالائمه و امام هادی علیهم السلام هستند، به نام 40 اختران. ذریح مطهرشون رو شما در تصویر می‌بینید در قم مقدس. همونطور که دیروز هم خدمتتون عرض کردم، چند قدمی اینجا هم یک ذریح مطهر دیگری هست که در واقع مربوط میشه به امامزاده موسی مبرقع که فرزند بلافصل آقا جوادالائمه علیه السلام هستند، برادر تنی امام هادی علیه السلام. و خدا خیلی ما رو دوست داشته که در این مکان مقدس و نورانی داریم یاد خدا رو تقدیم شما میکنیم. همین جوریش همه شما و همه اون تجربهش رو داریم توی این امامزاده ها و این بارگاه های مقدس و مطهر که وارد میشیم، حال دلمون بهتره، نورانیت بیشتره، معنویت بیشتره و بیشتر یاد خدا میکنیم. به خاطر همین یاد خدا سعادت داره که توی این ماهای گذشته مشرف شده به این اماکن مقدس و متبرک. انشالله که مستدام باشه زیارت هامون هم، حالا چه ما از نزدیک چه شما از راه دور، از نوع با معرفتش باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب از اون جایی که هنوز عطر خوش 17 ربیع الاول، سال روز ولادت با سرسعادت صاحب خلق عظیم حضرت رحمتا للعالمین رسول گلها محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در فضا پراکنده است و مشام جان من و شما رو داره نوازش میده. عزیزی که فرمودن انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم، به کمال برسونم. قرآن کریم از ایشان به عنوان صاحب خلق عظیم یاد میکنه و اخلاق در ارتباط با پیامبر عظیم الشأن اسلام خیلی خیلی موضوعیت داره و هنوز هم 17 ربیع الاول داغ به سردی نگراییده. ما گفتیم از امروز روزهای دوشنبه برنامه یاد خدا رو اختصاص بدیم به موضوع خیلی مهم اخلاق و هرچی هم با خودمون فکر کردیم که چه عزیزی رو دعوت بکنیم در مورد موضوع چنین مهمی صحبت بکنه که پیامبر مهربونمون خاتم الانبیا به خاطرش اصلا مبعوث شدن، گفتیم با خودمون چه کسی بهتر از حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریای عزیز و نازنینی و دوست داشتنی که خودشون هم متخلق به اخلاق نبوی و اسلامی هستن، ازشان دعوت کردیم. ایشون قبول زحمت کردن، تشریف آوردن به 40 اختران و برنامه یاد خدا. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدین، قبول باشین. سلام علیکم و رحمت الله. مخلصیم. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشه. انشالله. موضوع بسیار زیبایی است. اولا تبریک عرض میکنم و اگر هر چه پرداخته بشه بهش کمه، چون از موضوعهایی که نیاز به تذکر داره. مثل علم و آگاهی نیست یک بار شما اگر یاد بگیری که 2 به اضافه 2 4 میشه، یاد گرفتی، تمام است. اگر یاد بگیری که اسم این شهر مثلا قم است، یاد گرفتی، تمام. ولی بعضی از مسائل نیاز به تذکر داره. مسائل اخلاقی به واسطه نسیان انسان و به واسطه دشمنان و ضد اخلاقی هایی که در نفس و شیطنت های شیطانی که وجود داره فراموش میشه، ملکش کمرنگ میشه، خدایی نکرده اصلا خاموش میشه. اینو راحت تر بگم، یعنی دیگه هیچی نورانیتی توی اون قلب یا توی اون رفتار باقی نمیمونه. لذا نیاز به تذکر داره. نوعاً ببینید مثلا پدر و مادر میگه 100 دفعه بهت نگفتم این کارو بکن. یعنی میداند مسئله تکرار در این مسئله مهمه. باید هی بگه. ما باید هی پشت سر هم بشنویم مسئله اخلاقی رو.
وگرنه خدایی نکرده مسئله که ضد اخلاق و در مقابلش یا بی اخلاقی برای ما چون راحت ترم هست، برای ما سادم هستش، برای ما تبدیل به اخلاقمون میشه. خدایی نکرده، یعنی اصلا متخلق میشویم به اخلاق غیر دینی، به غیر اخلاق درست و انسانی متخلق به اون میشه. و وای به حال کسی که اخلاق تو زندگیش کمرنگ شد یا بیرنگ شد، این تذکرات نبود، اون وقت فراموش میکنه انسانه. بعد اون وقت قوانینش رو نفس که لامارتون بالسوء هست اون تعیین میکنه، دیگه اخلاق نیست. دیگه اون وقت باید تو اون جامعه دوربین نظارتی رو زیادش بود. تو اون فرد باید یه لحظه میگی سرمو برگردوندم نفهمیدم چرا فلانی این کارو کرد، چون مسئلهش اخلاق نبود، مسئله با اخلاق بودنش نبود، مسئلهش بود که منتظر بود دوربینه بره کنار. این مسئله براش پیش میاد، تربیت نشده بود. آره میدونی من دلم بخواد حالا شما ضمنی که تا به حال هم راجع به همین حرف زدین، بازم بیشتر راجع به اهمیت اخلاق از شما بشنویم. واقعا خیلی موضوع مهمیه. یه ذره خودمون توی زندگیامون نگاه بکنیم. مثلا ما از معلمامون از اول ابتدایی تا الان اونایی رو قشنگ ازشون یاد میکنیم، مثلا به خوبی به نیکی یاد میکنیم که خوش اخلاق بودن و به دلمون چسبیدن. و اتفاقا باز بعضیایی ممکنه به یادمون مونده باشه که خیلی بی اخلاق بودن، بد اخلاق بودن، و بعد اونی که با اخلاق بوده خیلی چیزا رو به ما انتقال داده، چون خوش اخلاق بوده الگوی من شده. تو زندگیامون، تو همسایه‌هامون، توی همکارامون کسایی رو می‌بینیم که اونایی که ما بیشتر ازشون الگو میگیریم، یاد میگیریم، خب بیشتر بهشون جذب میشیم، بیشتر رفتار اون اخلاق است. یعنی میخوام بگم اون نقطه کانونی و محوری و نقطه عطفی که خیلی تاثیرگذار تو زندگی، تو دنیا، موضوع اخلاقه. خود پیغمبر امیرالمومنین مردم به خاطر اخلاقشون جذبشون میشدن، عاشقشون. چقدر یهودی چقدر غیر مسلمان به خاطر اخلاق اومدن. مثلا کسی از مثلا میگم شاید از زیاد نماز خوندن من نیاد مسلمان بشه، ولی اخلاق خوش از من میبینه، یا آقا تو دینت چیه؟ من بیام مثلا تو تاریخ داریم امیرالمومنین علیه السلام با یه شخصی مثلا مسلمان نبود، همراه میشن در یک راه، به یه دوراهی میرسن، اون شخص میره مثلا راه خودش رو، برای امیرالمومنین علیه السلام هم دیگری، حضرت همراهش میرن. این تعجب میکنه، میگه که شما گفتید که یه راه دیگه میرید، من این رو حضرت فهمیدن در دین ما مثلا اینجوری رسم است و اینجوری اخلاق است که همراهی بکنیم، رفیق نیمران نیستیم، همراهی بکنیم، همسفر خودمون رو. ناگهان برمیگرده مسلمان میشه. دین تو چیه؟ اینو با کدوم برنامه مثلا استدلالی میخوای مسلمانش کنی؟ اینو با کدوم قسمت؟ نه، این با همین مسئله دیگه. اخلاقیات جذابیت داره. چون همه انسان ها بر اساس فطرت آفریده شدن، یولد علی الفطره، و اخلاقیات در فطرت ما نهادینه است. یعنی حتی کسی بخواد دین ما رو هم بزنه، بخواد تخریب بکنه، میگه این مسئلهش که اخلاقی نیست. حواستون هست مسئله اخلاق اصلا اینقدر تو خودش نهادینه، یعنی میدونه این مقبولیت عمومی داره. به دروغ هم اگر بخواد فلانی رو بخواد پشت سرش حرف بزنه، بخواد تخریبش کنه، یه مسئله خوب اخلاقی رو میگه فلانی ندارد، یا یه بد اخلاقی رو میگه دارد. چون عموم جامعه نسبت به مسئله بد اخلاقی نفرت دارن و نسبت به خوبی ها جذابیت دارن. بله، جای کلاهبرداری هم داره. همین همین اصلا یه ابزار و وسیله خوش اخلاقی برای اینکه مفاهیم غلط و اشتباه و غیر الهی رو بخواد طرف انتقال بده. از این سوء استفاده کنه. این داروسازا هم میخوان به بچه‌ها دارو بدن، با طعم توت فرنگی بهشون میدن و شیر گول میمالن دیگه. چیکار میکنن دیگه؟ فرزند داری، میدونی چجوریه، یه طعمی یا یه عطری و اون تلخی رو باید بله، وقتی که هر چیزی اصل داشته باشه شبهه یا شبیه هم داره. بله، میشه در موردش امروزی ها بهش میگن فیکش به خاطر شما. بله، شبیه دروغ هم داره، تقلبی هم داره. برای که این اتفاق میفته، لذا حتی میشه اون اخلاق ابزار کار بشه. تو فلان فروشگاه میری، بفرمایید خیلی خوش آمدید، تشریف بیارید از اون ور من راهنماییتون کنم. این بهش میگن اخلاق استراتژیک، اخلاق جزو کار. این آدم اگر بیرون شما رو ببینه شاید جواب سلامت هم به زور بده. الان جزو کارش این است که بفرمایید خوش آمدید، چون جذابیت ایجاد بکنه، روی خوشی شما ببینید و اون جنس رو خرید بکنید. اما ما اینو اینطوری نداریم تو دینمون. به قول ما ایدئولوژی از درونه، خالط الناس مخالطتن.
ان اشتم هل نو الیکم، با مردم یه جوری رفتار کنید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نهج البلاغه، با مردم یه جوری رفتار کنید. ان اشتم هل نو الیکم، زنده بودید بیان طرفتون، کیف کنن از زندگی شما، رو بیارن به طرفتون. ان متم بکو علیکم، مردید براتون گریه کنن. خدا رحمتش کنه، چه آدم خوبی بود، چه آدم خوش اخلاقی بود. آدم میدیدش مثلا کیف میکرد. دیدی بعضیا تو کوچه آدمم ببینه میگه آی فلانی، اصلا روز آدمو میسازن تو اون روز. یکم اگه ببینیش یا خدا از این محل مثلا مسیر رو کج کنیم، از اون ور خدا میشه این ما رو نبینه. من خودم میزنم به اون رو، مشغول به کارم هم هستم، این همکارم رو نبینم. اصلا ببینه حال آدم آینه گرفته میشه، دق میشه. آره ابوسن غمتری را به قول ما. بله حالا اخلاق یکیش بحث خوشرویی یا بشر میشه. حالا اشتباه بشر نخونیم، بشر. بله المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، بشرم هست. بله خوشرویی یکی از شؤونشه، وگرنه اگر وارد مسئله اخلاق بشیم و بی اخلاقی خدای نکرده حسادت هست، کبر هستش، تمام اینها مسائل رسائل اخلاقی و فضائل. این نکته‌ای که فرمودی خیلی دقیق بود. من یاد خاطر رفتم ما چند پیش رفتیم یه کفاشی کفش بگیریم، بعد با اینکه اولین کفشی هم بود که من حالا مثلا پوشیدم، مثلا حالا نه از مشتری قبلی طرف فروشنده خاصو خیلی سگیماش تو هم بوده، اینجوریه اونجوریه نمیخوای فلان. بعد همین اسنای خانومی وارد فروشگاه شد که حالا به لحاظ حجاب و اینا خیلی رعایت نکرده بودی، آرایش داشت و اینا. آقا فروشنده تا این خانم بله بفرمایید من در خدمت شما هستم، این نشد اون. ما رو میگه من خانم موندیم، شما چی شد و الان اینقدر خوش اخلاق شدی تا قبل از اون حالا ما تازه. میخوام بگم این سوء استفاده از این ابزار اینجا شده نیست. از کلام زیبا میشه استفاده کرد، از تصویر زیبا. تو تبلیغ سازی ها اگر دیده باشی پشت صحنه تبلیغات چیزای قشنگه، اون مثلا ماستی که میبینی اونجا داره یا اون شیره که داره میشه چسب چوبه. من دیدم عادی وقتی که میسازن یه چیزایی است که اصل نیستش که، ولی تو اینجوری میبینیش که داری همچین چیزی میسازه. و خدا نکرده اگر اخلاق ابزار بشه چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. دزد با چراغه، ما همونقدر که ازش تعریف میکنیم ازش هم باید بترسیم. خود دین هم همین مسئله است. اگر دین بخواد تو وادی دین حالا تقلبیش داعشی بشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ میگه الله اکبر، آدم میکشه، تکفیر میکنه، چه جنایت هایی با ندای الله اکبر. اصلا میشنویش چه حسی رخ میده برات؟ انقدر زیاد شده کسایی که حالا نباید البته ببینه آدم این کلیپا رو زیاد، ولی حالا بالاخره اون چیزی که توی اون دواعش که خیلی زیاد شده بود آدم میدید. ببین ندای الله اکبر چی به ذهن آدم میاره. خدایی نکرده چقدر بد جلوه داده بودن این مسئله رو. پناه بر خدا، هر چیزی تقلبی. حتی پیغمبر کاذب هم ما داریم، کذاب هم داریم. میاد به عنوان پیغمبر دروغین میاد خودش، من امام دروغین هم داریم، میاد خودش رو به عنوان امام معرفی میکنه پیش مردم. اول نایب امام توی تاریخ اهل بیت علیهم السلام داشتیم، اول نایب معرفی میکنه بعد خود امام معرفی میکنه. جالبش اینه که در ادوار بعد از غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هم اینا رو داشتیم. پس هر چیزی یک شبیه داره و خدا نکنه آدم فکر کنه اون شبیه اصله، چه در خودش چه در دیگران. در خودش فکر کنه من متخلق به اصلشم، در حالی که بدلش رو داره، اشتباهش رو داره، و در دیگران فکر کنه که اون چقدر متخلقه، در حالی که داره کلا سرش میذاره. میدونی خوش اخلاقی رو آدم در وهله اول تو هر کسی میبینه لذت میبره، خوشش میاد، هنوز متوجه نشده نیت ها چیه. ولی این خوش اخلاقیه، این اخلاق خوشایندی که ما از کسی دریافت میکنیم، اگه همراه با این بشه که اون آدمه چقدر آدم کلن خوبیه، درست، چه اهداف نیکی توی زندگیش داره، چقدر دسته به خیره، چقدر خداییه، چقدر الهیه، خب اینا با هم همراه بشه، اون خوش اخلاقیه و اون چه کولاکی میکنه. بله. همون کولاکی که اوجش رو در وجود پیامبر ما میبینی. بله، ترکیب حسن فعلی و حسن فاعلی. میخوان راجع به این توضیحش همینجوری در اینجا نگه داریم، مردم میذاره بهش فکر بکنن. عذرخواهی از شما میکنم چون دوستانم تذکر دادم، ما یه فاصله بگیریم. حتما هم دوستان چیزی پخش کنن که حال همون بهتر میشه، برگردیم و حسن فعلی و حسن فاعلی تو امان باشه. توضیحش با شما باشه. بفرمایید. خواهش
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از که شما تشریف ببرین حالا اومدین، من عرض کردم که وقتی آدم توی کسی هم اخلاق خوش رو میبینه، میبینی آدم واقعا تا دلتون میخواد مصادیق خوش اخلاقی تو رفتارش هست، اخلاقش رفتارش میشه که ازش بروز پیدا میکنه. هم وقتی مقدار جستجو میکنی، دقت میکنی، واقعا آدم خوبیه، اهل خدا پیغمبره، همه شؤون زندگیش فقط تو خانواده خوش اخلاق نیست، فقط تو محیط کارش همه جا خوش اخلاقه، مثلا اهل حلال حرومه، نمیدونم اهل دست به خیر و ایناست. بعد اون وقت این آدم خیلی جذاب میشه، خیلی شاید اصلا دور و برش جمع بشن، مثلا اینا که استاد فرمودن اینجا حسن فاعلی و حسن فعلی تو امان جمع شده. توضیحش باشه. امام زین العابدین علیه السلام دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه، یه 2 تا خواسته دارن، همون اوایل دعاست. اینی که عرض میکنه: خدایا الهی وانتهی به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. 2 تا چیز میخوان از خدایا، هم نیت درجه 1 خوب، احسن درجه 1 میگیم مثلا خیلی عالی، هم نیت خیلی خوب بده، اون که از درون خودم هست، کسی هم نمیفهمه، و به عملی الی احسن الاعمال، عملم هم بهترین عمل باشه. گاهی میشود هر کدوم از اینها میشه نباشه. میام نماز اول وقت تو صف اول نماز جماعت بخونم چون وامم گیره مثلا پیش رئیسمون و میخوام ببینه منو، نیت اسمش ریاست، رعاء للناس، اما عمل نماز اول وقت است. از بیرون نگاه میکنی نیتو که نمیتونی ببینی مثلا در چهره طرف. گاهی برعکسش، نیت درست است عمل اشتباهه. من یه کلمه ای رو نمیدونم این کلمه زشته، مثلا در زبان مثلا انگلیسی من نمیدونم این کلمه زشته، یکی اینو به من یاد داده، من با یه نیت خیلی خوب میام این کلمه زشت رو به شما میگم، خیلی هم نیتم خوبه، میخوام تشکر کنم یه چیز باشم، ولی مثلا نگو این یک فحشی است، یه حرف زشتی است. عکس العمل من یهو نشون میده من که حرف خوبی زدم، چرا اینطوری شد؟ حالا تو حرف یه جوریه، تو عمل کرد یه جوریه که طرف نمیدونه یه همچین چیزی خطاست. ترکیب این دوتا میشه نیت و عمل تو امان درست. یکی بگه که من خیلی خدا رو دوست دارم، الان صبحی بلند شدم دلم میخواد 18 رکعت نماز صبح بخونم که این ارادتمو به خدا ثابت کنم. این نیت خیلی قشنگ با عمل کرده خیلی بدیه، چون اصلا منطبق بر اون نیستش. پس عمل و نیت هر دو خطکش میخوان، معیار و ملاک میخوان، درست بودن یعنی منطبق بر چیزی بودن. ما برگه ها رو که میخواستیم صحیح بکنیم یادتون باشه یه دونه کلید برای برگه ها میدادن، هر کسی میذاشت نگاه میکرد میدید این برگه منطبق بر این کلید هست یا نیست. خود این کلیدا رو برای ما فرستاده. اون کسی که مکارم الاخلاق داره، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اون شخص میشه ملاک ما، اهل بیت علیهم السلام میشن ملاک ما. حالا دیگه هر چی که منطبق بر او باشد درسته، نه اون چی که منطبق بر خواست من، تشخیص خود من باشه. من الان جوونم یه چیزی تشخیص میدم، پیرم یه چیز دیگه تشخیص میدم، گرسنم یه چیزی تشخیص میدم، اعصابم خورده مثلا گرسنم خوابم میاد، سیرم مثلا یه تشخیص دیگه دارم. خب این که یه خطکش کشسان شد که پس من اینو کجا تنظیمش کنم؟ اینه که انقدر روایات زیادی از اهل بیت علیهم السلام داریم. اگه میخوای سخاوت داشته باشی اندازش اینه ها، بیشتر از اون میشه اسراف داشتن ها، اسمشو نذار مثلا سخاوت. اگر میخوای اقتدار داشته باشی مواظب باش عصبی نشی با لفظ بد مثلا خدایی نکرده، یا حالا با یه چیزایی که حالا تندخویی باشه اسمشو نذار اقتدار. اگر که میخوای قناعت داشته باشی حدش انقدر بیشتر باشه دیگه خصاصت ناخوش خشکیه فلان. اینا رو باید یاد گرفت. حالا بعضیاش تابع عرف که خود اهل بیت علیهم السلام حالا تو جای خودش ارجاع دادن، تو عرف‌های مختلف فرق می‌کنه، مثل احترام گذاشتن. توی یه جایی شما نگاه می‌کنی مثلا کلاهشون رو برمی‌دارن، خیلی احترام به هم دیگه می‌ذارن، اینجا مصداق وهنه، مصداق توهینه اگر این کارو نکنی. یه جا ممکنه توی مجلسی مثلا با کفش بیان و با کفش اومدن تو اون شهر یا تو اون کشور یا تو اون قومیت اشکالی نداشته باشه، ولی شما یهو مثلا تو مسجد با کفش بیای، این چقدر بده و قبیحه. مثلا امامزاده مثلا با کفش بیاد چقدر زشته. مثلا هر جایی اون حالا مسئله آداب و رسوم خودش رو هم داره. فهم مسئله اخلاقی، این که من اخلاق را بفهمم و خودم را مقید و متخلق به اون اخلاق بکنم، هم از حیث فعلی هم از حیث فاعلی، هم نیتم درست باشه، بدانم واقعا پشت این قضیه یه چیز
بدی نباشه. شما میای به من میگی که فلانی میخوام ماشینمو بفروشم، آره اتفاقا خوبه، خودم هم ازت میخرم، کمکتم میکنم. مثلا چیه؟ میدونم ماشین میخواد گرون بشه، میخوام از چنگ در بیارم، چقدر لبخند زدم بهت، کمکتم کردم تو مسئله فروش، ولی پشت سرش چیه؟ نیت خطاست. اینو انواع و اقسامش تا دلتون بخواد از این مثال ها داره. ما بعضی موقع فتنتم انفسکم میشیم، خودمونو گول میزنیم، ادای یه چیزی رو آدم در میاره، خدایا الحمدلله که ما موفق به فلان کار شدیم. بعضی موقع حمد خدا توش گناه در میاد. اینو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حالا که پیش اومد عرض بکنم، تو 40 حدیثشون دارن. یه طرف حمد خدا میکنه و گناه میکنه. فلانی میاد ازش پرسه راجع محمد آقا خبر داری؟ چه خبر؟ خیلی وقت ندیدیمش. که الحمدلله که ما اهل دنیا نشدیم. چی داره میگه تو این الحمدلله؟ چی داره میگه تو این الحمدلله؟ میگه بذار وارد غیبت نشیم. یعنی هم یه چیزایی همه اگه میگفتی انقدر بد نمیشد. انقدر نمیشد. تو جمع همه بدی ها رو با این یه جمله گفت نسبت دادی به اون بنده خدا. بذار وارد غیبت نشیم کلمه قشنگیه، نهی از منکر هم هست، ولی تو این نوع واقعیت و تو این جایی که داری میگی مطلب چیز دیگه است. اینجا گول زدن نفسه ها. یه موقع اصلا هیچی هم نمیگی، مثلا راجع به فلان حالا دلش کن راجع به موضوع دیگه صحبت کنیم. تمامه. کلا برجک یارو تقریب کردی زدیش رفت. بعد ما فکر میکنیم خدا هم گول میخوره با این چیزا. فکر میکنیم مثلا اینو گفتیم دیگه الان از مسئله مزان اتهام این قضیه بیرون اومدیم و دیگه نه آقا این حرفا نیست، خدا رو نمیشه گول زد. این مدل رفتارا مربوط به کیا میشه؟ حالا امیدوارم من نمیدونم اگه اشتباه معمولا کسایی که مثلا ماهایی که خود منو میگم، ماهایی که ذره مذهبی تریم این مدلی ازمون ممکنه است. اون آدمی که خیلی معمولی حالا خیلی هم مذهبی شاید این موقعی اصلا این گناه مرتکب نشه یا این مشکل راحت بگه. ولی مثلا ماها میخوایم بگیم من الان خیلی کارم درسته و چون خیلی مثلا پیش خدا اجر و قرب دارم نمیخوام غیبت بکنم، دلش میدونین مذهبی مسلکی. آره اونایی که مسالک رو مقدم بر تمام مفاهیم و اصلی و پشت سریهاش میدونن. بعدش هم واسه خودم خیالم راحته که من اصلا اهل غیبت نیستم، من فلان انقدر خوبم، مثلا من جام این توجیه‌ها رو براش درست میکنم، بعد خودم از خودم راضی میشم. این ادیه اول همون اون تله بزرگیه که آدمو توش میافتن. یعنی بعضی از آدما توی تله میافتن، تله هوش بهش میگن. آدمای باهوشی که این مسئله میافتن. وقتی تو تله هوش میافتن چون خیلی باهوشن، نصیحت دیگران رو نمیپذیرن. توجیه، چون خب به نفسم داره توجیه میکنه خطای خودش رو برای دیگری، نمیتونه از تجربه و نصیحت دیگری استفاده کنه. تو تله دومی هم که میفته اینه که خودش از تجربه خودش هم نمیتونه استفاده کنه. طمع کرده فلان خطا رو انجام داده، منتها چون نمیخواد قبول کنه طمع کرده، برای خودش یک توجیه دیگر میسازد. لذا یه اصطلاحی قدیمی ها میگن آدم زرنگی پاش تو چاله است. زرنگی است که توجیهگر نفسانیات و حب نفسش خطاهای خودشه. انشالله خدا ما رو از تمام این بلیات اخلاقی دور نگه داره. الهی آمین. به برکت دعای خیر شما و راهنمودهای شما و مثل شما. خیلی حظ بردم، مثل همیشه کیف داد. بخیر باشید. هم صحبتی با شما. بنده هم اجرتون با پیامبر. توفیق هوامری ندارین؟ ارزی نیست. مخلص شما هستیم، زنده باشید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردید. دوشنبه‌های اخلاقی، خوش اخلاقی ما رو در یاد خدا از دست ندین. به کارشناسی استاد سعید یاریای عزیز. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خدا